ببین اینم وضعیت اسببار مردم. دیروز خانه هایشان را به زور خالی کرد. چی شده آقا؟ شما چرا اینجا بیرون خوابیدی؟ آقا چی شده؟ چی بلایی سر شما اومده؟ بعد چند سال ما رو حواله کرده. میبینی حالا روز ماه مبارک رمضان. این حالا روز ماه دیروز صبح روز برا رو جهنم کرده، شب برا ما بدتر بود. ببینی مردم دیشب و همه بیرون خوابیده بودن. پس آقا من معتادا بردن. وسایلاشون هم معتادا، نصف وسایلشون معتادا بردن. نصف بیشترشون دیروز که مامورا آوردن بیرون انداختن شکسته و خراب شده. نصف دیگر شد معتادا بردن. کجایی داستان، کجایی فرموندار، کجایی دادرس، بیا به داد ما برس. دادرسی اگه باشه که به داد برسه خوبه. ببینی این هم وضعیت مردم. ببینی این هم اسباب اساسی مردم. ببینی بعد از 40 و اندی سال که مردم در این خونه ها ساکن هستند، با این وضعیت اسفباری که خانه ها دارند، نصف خانه ها بیشتر فرو ریخته. ببینید مردم در خیمه ها خوابیدن شب. خانه هایی که محروبه‌ای بیش نیستن. هر لحظه امکان داره با کوچکترین باد و بارانی فرو ریزند بر سر مردم. مردم اگر می داشتن در همچین جاهای زندگی می کردن. تو همین محروبه ها هم نمیگذارند که سرمان را به زمین بگذاری. شب را هر لحظه با ترس که امکان داره هر لحظه مامورا بیان ما را بیرون بیاندازن خوابمان نمیبرد. این هم وضعیت مردم بعد از 3 روز. هنوز مردم همونطور بدبخت بیچارن، نمیدونن چه حاکی به سرشان بریزن. نه کسی جوابگو هست، نه ساماندهی میکنن، نه هیچ. این وضعیت اسفبار مردم بدبخت بیچاره. ببینی مادرشون چند سال اینجا نشستی؟ 40-50 سال دارن بیرونتون میکنن. جا نمیدن بهتون. کی میگه بلند شید؟ هیچ جایی ندارید برید؟ زمینی نداره، خونه نداره، زندگی نداره، کجا بره؟ میگن همینجور برید بیرون سر خیابون.
سر خیابان بریم بشینیم چادر بزنیم دست گمرک در نکنه